مادر؟ سمی؟ مادر تو چیکار کرده ایستاده ای؟ ملیس تو این کاری پس رو با خودت چرا روا دیدی ها؟ چرا سخت کاری کرده ایستاده ای؟ چی خیلی این کارو کرده ها ملیس این کارهای بیمانیت رو بس کن اکنون بس کن فهمیدی مرا بس میکنی مرا گوش کن با چشمانم نگاه کن دیگر این خیلی کارهای بیمانی کردنت رو نبینم فهمیدی نبینم تمام همش تمام شد تمام کلتا کلاس تمام زهرا تمام همش تمام گریه نکن ملیس گریه نکن از پست هستم ملیس از پست هستم فکرت رو کن با من گوش کن ملیس چرا این کارو با خودت روا میبینی ها؟ چرا این خیل میکنی؟ رسیدیم همینجاست بعد گرگ بچه بزرگ جنگلاپو رو میخوره بزرگ جنگلاپو میگه که بچه کش نیست بعد بزرگ جنگلاپو یک گلیمگینه میگیره و به سر گرگ میره بیا سردارم کمیسر اونال در اطراف موزه بیزانس در کامراها افتیده است نوارش را با کامپیوتر شما روان کرده کشوده بید تمام تو میتونی روی رحمت اونال منافق است که التماس نرب امک پلیس کنی بینیم از درستی در خونه هستی؟ لبه زهرا چی شد جانم؟ در کجا هستی تو؟ در کجا باشم زهرا؟ در خانه. در خانه هستی؟ این شب تو کاری نداشتی مگر؟ کدام کار زهرا؟ دراز کشیده خوابم. ای گوش کن حاضر زمانی با تلفن گپ زدن است مگر؟ ای اون کمی این سنگ مهم است. چی شد؟ یک بار مهم شد؟ پگاه برآمد داریم خوب؟ در صحنه باید با قوت باشیم برای همین خواب کردم. در تئاتر مشق کردن بسیار مهم است. من همیشه تئاتر رو مهم میشمارم. پگاه با میخوریم عشقم. میلش خیر شب بخیر. تو باز دیدی عشقم؟ با تو میگویم پروا نکن این کار رو همیشه حل میکنم آرام باش. امشب زیاد چی کار داشته باشد عجبا؟ یا اینکه باز مرا فریب داد؟ فریب داده باشد فریب نداده باشد. نه من خیلی آرام نمیشوم. باید رفته ببینم که راستی خواب است یا نه. چی خیلی شاه دختر انا گرفتم. خدا پیش طرف گورل کتکلم
درررد شکلت و کلچقن از موزه گردنبند بیزانس رو دزدیدن. کسی با اونجا نزدیک است زود با اونجا رود. لبن با جای حاجیسه نزدیک حاجی میرسن. اونال گردنبند رو افتاندم. بگیرم کاری کردن میدانی چی کار میکنم؟ من با شما روم امک پلیس در ماشین زیق میشوم. التماس. دخترم بیرون بسیار خنک است. خنک خورده بیمار میشوی. تو اینجا با این لختک بازی کن. من کمتر کار دارم درم میآیم. میل است دختر جانم؟ میلش امک پلیس. من تو رو خونه شیرینه که من خی جانی من. بچه ها همه لبن تکوش کنید. همه کسا پنج شبه خاموش باشه که پرنده نپره. شادی چه از پسی ما بیا. من گفتم که امک پلیس نمیگوید لیکن تو مرا گوش نکردی. برای همین خاموش باش. گپ نزن تو. سردارم از کامرای مشاهده‌ای دیدن کردیم. دزدان نقاب داشتند. اونال بود؟ نمیدونم سردارم نقاب داشتند. خیر فهمیدم که نقاب داشتن. غیر از نقاب یگان چیز دیگر نبود. هم مردک اونال بود یا نه؟ میگم اونال بود جواب نمیدادی. چیزی نمونده بود که دستگیر می شدیم. این دزدی ما رو ببینه. این کودک کی باشد؟ تو کی هستی؟ انا این چیزتو نفتیدم امک جان. خدایا گردنبند رو افتاندی؟ از کجا میدونم؟ در جیبم بود. رحمتی کلان. رحمت دختر جانم. تو بر این دخترچه میده را در این ایستفی شب در کوچه ماندن ممکن نیست. مادر در کجاست؟ نمیدونم. مرا امک پلیس نگهبین میکند. امک پلیس؟ بابا حالا هم دو آدم نقابدار میگن. دو آدم نقابدار. اگر اونال بدبخت اینجا باشد گردنبند رو ممکن دزدیده باشد. خوبو اونال گردنبند بیزانس رو چیکار میکرده باشد. اما درباره دو آدم نقابدار گپ رفته ایستاده. اگر یکی اونال باشد عجب بادویمش کیست؟ اینجا در تگ دیگه کلان دیگچه‌ای است. از راه لبین یک طرف است. شما در اینجا کودک رو ندیده؟ ندیده. شما چرا نقاب کشیده اید؟ ما بازی کرده ایستادیم. برای همین نقاب پوشیدیم. خیلی بازی؟ وای بازی امکای نقاب داره که گردنبند رو میافتونن. گردنبند رو میافتونن. فونال چه دلت میشد که با این دخترچه میدهچه شیرین دروغ بگویی؟ بی عقل این خیلی باشد درستش رو خودت بگو. رفتیم. ما هم با شما بازی کنیم امک جان. شما نه یعنی خطرناک میشود در این وقت شب. تو چی نام داری؟ نامی من سومن است امک نقاب دار. سومن جانم ما با این امک نقاب دارد کاری زیاد داریم.
تو رو به نزد مادرت بریم میشود. یه اونال یا خدایا کودک گم شده است. به این هم باید ما با پلیس زنگ زنیم. تو دیوونه هستی؟ چه خیلی پلیس دستگیرمون میکنن. اما من گم نشدم امک جان. سومان صدای لیوین نیست مگر؟ خدا لعنتش کند خودش. سومان رفتم شیرینکم امک پلیس ما رو میکوبد. وای امک پلیسی میگفته کودک لیوین بود از خیر جانم. بین امک پلیس تو رو جستجو دارد. زود تو به نزدیک وی برو. رو با دقت باش. تو اول خودت با دقت باش. حاضر است. آبا چقدر کودک شیرین. ما با زهرا خاندار شده انا همین خیل کودکانی بسیار کلان میکنیم. چقدر گفتم تو دیوانه هستی. زهرا با تو خاندار نمیشود. اگر شود هم از تو کودک نمیکنه. تو چه گپ زده ایستادی؟ از راستی دلم رو میشکنی. چرا نمیکردی؟ خودت فکر کن. از تو و زهرا کلت کیلاس های زیاد به دنیا می آید. همه دیوارها پر از کلت کیلاس میشه. یا خدایا بسیار شوخ هستی. دلم رو شکستی. اونال از راستی دلم رو شکستی. به خدا این را دیده دانسته کردم. خدا تو رو لعنت نکنه. این دختر لیوین باشد. دختر لیوین؟ دیوانه هستی تو. لیوین اویله دار نیست. از کجا دختر دارد؟ شاید مادرش این دختر را در نزد امنیت پرداخته است. این باشد او را صاحب کار ایستاده است. آبا پس به خدا حلالت باد لیوین. پیش درو. رفتیم. به خدا کار خوب. در آنجا با امکای نقابدار صحبت داشتم امک پلیس. چی؟ تو با امکای نقابدار صحبت کردی؟ کن اینجا بیا. چخیل رومیو لعنتی. چخیل رومیو کنعان دیوونه. کنعان با شمشیر چوبینه با شمشیر حقیقی فریب دادرم پرت میکنم. فهمیدی؟ آنه خیل پرت میکنم. که بود؟ زیاد در رو کشو. رنگای زوروه. خدایا چیکار کنم؟ الو برادر. لبای زهرا در پشت در است. چی؟ در حمام است میگویم زود بیا. اوف تمام خاموش کن. اوف زهرا به خانه آمده سونال. من باید زود به خانه روم. نه آشنا، یعنی به فکرم این حالت رو از طرف خوبش نگاه کنه. پلیس ها دستگیر نکرده، گردنبند رو دزدی کرده. اگر از طرف بدش نگاه کنیم زهرا انیخ تو رو ترک میکند. یعنی با این جان دختر از تو خلاص میشود. تو چی ها میگویی ها؟ او ینگه من هایلو. بسته هستی ها؟ ینگه فراموش نکنی خونه ما هم هسته. زیاد در کجاست؟ ینگه جان چیکار میکنی؟ آروم باش. شفقت گم شد از رو هم. زیاد در کجاست؟ زیا بالا پیش رو تا سرش کشید از جانی من. ینگه جان چیکار میکنی تو؟ در کجا هستی ها؟ ینگه خود تپدست بگی؟ با من گفت در خونه خوب بستم. خوب یک طرفی سد در خونه نیست. ینگه جان تو کمی آروم شو. برادرم در همین جاست. در دوش است. آزی میبره. در دوش است؟ بله یک دو لینچه کمور آورد دوش در اومد. کی در آمد و کی میبراید؟ با فکرم هفته گذشته در آمده بود. نصیب باشد ماه دیگه میبروید. ما یک جو میدونم ینگه کی میبروید. سفستانه گو شفقت. ینگه گوش کن. تو حاضر خانه رو. وقتی که برادرم برآمد من تو رو خبر میکنم. میشود؟ تو در اینجا شین، من هم منتظر میشوم. شمشیر رو به من ده. دختر شمشیر عروسی با او بازی نکن. باجا به خانه نرو. زهرا کیها خانه رو کفته است. این عاشقی رو فراموش کن. اونال دهانی بدت را ببند. کیلاس برای تو مگر دختر یافت نمی شود؟ تو در شبهای استانبول از همه زیادتر دختر باز نیستی مگر؟
اونال است برای خدا کمی خاموش باش. مسخره میکنی ها؟ البته شاگردم رو مسخره میکنم. خاموش شو. اگر زهرا مرا ترک کند محو میشم. تو چی ها میگویی؟ کافیسته دوش گرفتن اینقدر دوام میکند؟ به خدا منم حیرانم. بعضا 3-4 ساعت نمیبرویه. کمی کم 5 ساعت آبوزی میکنه. نمیدونم، اما از دست برادر حیوان هر مومن 500 سوم پول سوئد میسپرم. بیهودگویی نکن شفقت. گپی مو بیهودگویی ایوخی. اگر دردش نباشه چی؟ از کجا فهمم که تو با من دروغ نمیگویی؟ چیکار میکنی انگار؟ تیز از التماس آرام باش. من چرا دروغ میگفتم؟ از برای خدا من تا با همین روز تو را دروغ گفتم میگم بور. تو مرد نیستی مگر؟ همتون یک خیل هستید. ای ینگا تو چی دیوانه شدی مگر؟ مثل قاتل ها با لباس سور پوشیده اومده اینجا زوری میکنی؟ بیا انا کلام میمونم اینجا بود. بیا. اگر دردش باشه جواب میدهد. ای ینگا جان از برای خدا آرام شو. در جایت بشی گم شوه. یک طرف ایستو. خدایا. زیا تو در درون هستی؟ ای ینگا بشی هازی لوچ میبروی بونا ترسی ای خدا با ترسی زور نمیکشی. چی بکنم؟ گم شدی تو چی ها گفته ایستاده شفقت؟ من کودک هستم که تو مرا فریب میدهی؟ رنگی کودکی ممکن در گوشش نوشید مونده آواز تو نمیشنوم. شفقت ینگا زیا در کجا؟ ینگا زهرا؟ زیا این خیل نکنیش کم به من باور نمی کنی. این خیل نمیشه. آخر باید تو به من باور کنی. همین خیل نه؟ عذر میپرسم عشقم. اگر به من باور نکنی این مناسبت من چه خیر میشه؟ آخر مناسبت من سالم نمیماند. از این خاطر باور کن. عشقم همیشه به من دروغ میگفتی. برای همین تو هم بیفهم تو رو باور کردن دشوار است. اما دیگر دروغ نیست. تمام شد. صحیفه ای نو کشادم گفته ایستادم. فهمیدی؟ اکنون دیگر دروغ نیست. تمام شد. میفهمی؟ فهمیدم. خوب این خیلی باشد پگاه صبح به سری تو می آیم رمیا جان. البته جولیته من. خوب شد که هیچ چیز رو نفهمیده زهرا را گسیل کردیم. آفرین به تو کلتکیلس برادری من. چخیل دختر رو فریب دادی ها؟ من یک چیز رو نفهمیدم. تو به همون چخیل در اومدی؟ شوکت التماس یک چای دم کن بیار نوشیم. هوا خنک است. کیلس تو به همه سراخی در اومده میتوانی که. آفرین. باگپی مسافت ریش سفید کردیم. این حال مرابین حال رنگی حالی سگ. این تئاتر کجا پیدا شد؟ درست گفتی. باید در حال راهی حل این بابای ریش سفید رو که در خوابمون میدراید یابیم. هم در خوابمون مورا میزنه هم در بیداریمون مورا میزنه. همین کرده اگر این پیشمون بروی کو زدنش میکنم خرد اگر رو خیلی نمیزنه. فهمیدی؟ او اومد. بچه کی اومد؟ انا او. کراتیسی حقیقی آمد. بروسلی حقیقی منم. در حال گریختن رو یک اونجا نمیگریزم شرف. این کور ناموسشید کلاپوس میزنیم اگه فهمیدی بست. مرا گوش کن. یادم پیره یا؟ پیر است. خودش تاقه و تنها یا؟ تنها خیلی باشد میبرداریم باشد میکنیم. تو اینجا بیا مسافر. شرف یکو مش زدیمش نزدیمش. برادر من کسی رو ندیدم کی زنم. شرف یک بار دیگه هم مسافر در پیش من باید دهن پیشه میشکنم. با تو یک چیز گویم. این آدمی که ما رو میزند اگر کسل دیل شده نمورد ما او رو زدن نمیتوانیم. از اونها حتما قصصم رو میگیرم من. از اونها گفتی؟ بروسلی؟ بله. جکی چان؟ بله. کنفو پاندا؟ کنفو تورا. کنفو تورا. از کنفو یک چنگال خوردی کو. یکم کسا زنگ زند اومده مرا برد که و از اینجا رفتن نمیتوانیم نباشد تو سهره در همینجا گیه کرده بشینیم.
بیا بر وقتترین را برده سپاریم وگرنه بر آن دیوانه میشود. گردنبند رو چرا اینقدر زیاد میخواست است؟ تشویش شدم. برده اون رو به یگان نفر نشان میدهم. با تو چی؟ چرا تشویش میشوی؟ بیا این رو برده سپاریم و تیزتر خلاص شویم. اوه خیر بیا رفتیم. باز این کی بود؟ ای وای زهره آمد را پینهان شد. این نه تو چی ها میگویی؟ خوش آمدی جانم. خوش باش جانم. بیا رویم که به تئاتر دیر نمانیم. آماده هستی؟ آمادم منتظری تو بودم وگرنه میبرآمدم. زیو این گردنبند رو برای کی گرفتی؟ یا این که بله برای تو گرفتم. خواستم سورپریز کنم اما البته که تو این رو در اینجا دیدی و همه سورپریز برباد رفت. مردی سورپریز کنی من میبندی؟ البته جانم. پیشم رو کشایم؟ ایستا مویهایت رو جمع کن این رو بندم. مالش نه کارمون بچه. این برای تو بر این شاه دخترها زیبنده است عشقم. بسیار زیبید همی خیلی؟ بله بسیار زیبید عشقم. این گردنبند شاه دخترها است؟ رویش رو پوشون تا که برف نرسد. من میکشم دیگر. بسیار خوب. تشکر زیاد حیاتم. چیزی نیست جان. این گردنبند را گرفتن لازم. رفتیم. بیا رویم که دیر میمونیم. رفتیم. مایلش تو رفته با ماشین شین. من سومکم را گرفتم میآیم. مایلش اوف این چه کاری کردم بود؟ ای خزنده بیعقل چه خیلی این کار بیعقلانه رو کردی ها؟ چی کار کردم من؟ چی کار کردم؟ آخر گردنبند بیزنس رو تو چه خیلی به زورا هدیه میدی دیوانه ای تو؟ من هدیه کردم اونر؟ عجب هدیه کردم ها؟ تو وقتی که به درون رفتی چرا گردنبند رو اینجا گذاشتی ها؟ اوفیک آرام باش تمام. یگان خیر کرده میگیری. لبای بران گردنبند رو دزدیدید. چرا با من نآوردی؟ میاره مشکلی برامن. چه مشکلی؟ تو با من بازی نکن. مرا گوش کن کلتکیل است. این مراتب نمیبخشم. دوست داشتت رو میکشم. مالش میاریم او را میاریم. چی شد؟ چی شد؟ بران زنگ زد میگوید گردنبند کجاست. یگان کار کرده حل میکنیم. اوف گردنبند رو میگیریم. من جزدانم رو گرفته میآیم. جناب شاید پای بردم که گردنبند یکی از پارچه‌های خریطه است. برای همین نآوردم. فکر نمی کنم. خریطه را یافتنشون غیر امکان است. به این هم اگر می یافتند کلتکیل است دوست داشته‌اش رو به خطر نمی گذاشت. از زهرا گردنبند رو چخیل میگیری؟ کار را ببین. از دختری دوست داشتم گردنبند میدوزدم. جانم میگویم بابایم نیست. هفته آینده خانه دار میشویم. البته خانه دار میشویم. زیاد مثل که خوشت نآمد. نه خوشم آمد و چیز بسیار بر وقت نیست مگر هفته پیش آمد. چرا بر وقت بوده سیوتم؟ بین همون مدگی نمیبینیم. پینهانی خانه دار میشویم. تنها روزش معاین کردن لازم. باز کارهای تو رو یک طرفه کردنمون در کار. تو پرتفتی همی خیلی نیزیو؟ البته جانم پرتفتم. علاقه ندارم. با خوشی بابایم ابیرش را دهیم. بعد توی کلال را در آجا میکنیم. دیگر پینها نمیموند. البته میکنیم. بین اویلاهای رومیه و ژولیت دعوای خونین موجود است. این از زمان آغاز یافت که رومیه ها و ژولیت ها عاشق شدند. اما در صدی راهی عشق یگان مانع ایستادن نمیتواند. رومیه ها بدون ژولیت ها زندگی کردن نمیتوانند. رومیه
چه شده است که دلم تپ تپ میزند؟ مثل که قلبم در قفس سینه‌ام نمیایستد. دل من هم از خرسندی تپش میزند. حوره که در خوابم در آمده بود مثل که در روبرویم حاضر میبراید. خودم را پاره پاره کردم. اینجا نیستم من. اگر در خواب نباشم به دنیایم آمدی، شاه دختری که در آرزویش بودم. دلم را دیگرگون کرده این چهره دلربای تو. یک جای از چشمه عشق در یک وقت آب نوشیده. تو اینجا منتظر باش بچه. در حیاتم پیشتر من شما را دیده بودم یا اینکه در دلم این عشق نو احیا شد؟ عشق تو هم در دل من جای شده است ای بیگانه. از این من بعد مقصد اساسی من با تو بودن است در حیات. تو اینقدر سراسه من نشوید ای بیگانه. حالا نشناس شدیم در اینجا. در حال اینقدر صمیمی ما باشه ای بیگانه. اگر عشق را کشف نمی کردم، وقتی که شما را دیدم عشق را من کشف بکردم. زیباگیتان به دلم جای گرفت. دل من هم مثل رعد و برق تپش میزند. از دلم برای شما چشمه ها جاری شد. با بالهای نازک عشق پرواز کنیم، چون که دیگر یگان مانع ما را من کرده نمیتواند. در حال از اینجا میرویم خانم. پدرتون انتظاری ماست. ای باشه ایسه نگاه کن. چی گپ است؟ از کجا این سخنها را اضافه کردی ها؟ جناب رومیو به خود آید، وگرنه با این شمشیر هر دو گوشهایت را میبرم. ای مرا گوش کن، میدانی محاضی ترا. تمام محافظ تمام. خانم جولیتا میرویم. حال مطرح حالی است، حالی است. محافظ کی هستیم بگونه؟ این مگر؟ این نفر کنعان معبد آمون می باشد. بی عقل، نافهم، سرگپ، آدمی بی فراست. رومیو به شما نزدیک شده به مرگش می رسد. مگر این خیلی سخن بود در این صحنه؟ نمیدانم هر جا باشد بوده است. در برش آن جوان زیبا کی است؟ آن کس؟ او برادر ما کلتکیل است. او نیز از همین عائله است. پسر خرد جاندار است. بسیار خوب است. دلهایتان را به این آواره گردان نبندید، زیرا پدرتان به این ازدواج راضی نیست. کنی بگو بچه، اینها کی هستند؟ دختران همان مردگی با شما دوای خونین دارند، جولیت کلانی و خوردی. باورم نمی آید مگر این دو زیبا صنمی حیاتی ما را نجات داده دختران دشمنان ما هستند؟ این خیلی باشد، دعوا را خاتمه بدهیم. تو خوردیش رو بگیر، من کلانش رو بگیرم. پدر شما به این کار راضی نمی شود و همچنین پدری آنها هم به شما دختر نمی دهد. نمی شود. ما نصف این راه را طی کردیم. بله، اکنون از این راه باز نمی گردیم. فرزندان دو عائله دشمن انا همین خیل با یکدیگر عاشق شدند. دعوای خونی و دعوای عشقی مبدل گشت، اما عشق قوت میبخشد، وقت زود میگذرد. مانعهای دشوار راهی آسان هم دارد. نفری که یافتن نمیخواهد جستنش بیهوده است. او رومیو. نفری که درد عشق را ندیده است مسخره میکند. در دل من عشق قد روشنی است، روشنی ببخشد. ژولیت، عشقم. تو نه ژولیت خوردی، اپاد ژولیت کلانی آید.
رامئو. ژولت از تیرزه عشقم نورها می درخشد. کاشت بالیش می بودم که بالای من سرش را می گذاشت. تو یک نور هستی که آسمان را روشنی می بخشی عزیزم. تو بالهای جنت هستی. جای تو بالای سرم هست. کاش که نامی تو رامئو نمی بود. تو نامت را دیگر کن. کسی دیگر شو. میدانی که بین ما دعوای خونینی است. اگر نامم هم دیگر باشد بابای دیوانه تو را به من نمیدهد. چی خون میکنی تو زیوه؟ بابایم را چرا اینجا آمیخته میکنی؟ نقشت رو خوب اجرا کن. پدرم مرا به تو نمیدهد چون که دعوای خونینی هست در بین عائله ما. اگر یکدیگر را در آغوش گیریم دعوای خونی تمام میشه. اینجا بیا، یاد کردم تو را، دردانه ای من. ایستاد، تو چی کار کرده ایستاده ای؟ میشود به من نزدیک نشو. جولیت ها و رامئو ها به وصلت نمیرسند. جولیت عزیزم، سیاه تو چی کار کرده ایستاده ای؟ بهتر بیا به تماشا دارم. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ عشقی که نسبتی تو دارم مرا از راز پیرون کرد. مثل بحرها، آبها، دریاها دور باشی از من. تو را دیوانوار دوست می‌دارم. برای همین تو کارهایم را به معنی مشمار. التماس مرا ببخش. مرا آزرده نکن. در این تاریکی شب بیچاره‌وار به دری تو آمدم. جوانمردی تو مثل بحر و دریا است. عشق تو در دلم مثل دریاها است عزیزم. از درون مرا جیغ میزنند. خوش بیمان دوست داشتم. میآیم پدر جان. مرا فراموش نکن رامئو. عزیزم جولیت. رامئو چه خیلی زیبایی چهره‌ات را فراموش کنم. اگر دلم مراد هم همیشه تو را به یاد میارد. دو جمله عاشقانه دیگر بگو رامئو. اگر عشق و عائله مرا حرمت کنی مقصدت خانه‌داری باشد نفری را روان میکنم. در کجا و ساعتی چند توی را جشن میگیری؟ آن زمان همه زینتم را به تو میبخشم. تا دم مرگ از پس تو میآیم. اگر تو راضی باشی جانم پگاه به خواستگاری تو میآیم بانو. چی کار کرده ایستاده اید؟ شما رامئو هستید. من باشم جولیت. دوست داشته‌تان هستم. روحی من تنها با تو زنده است. پگاه ساعتی چند آیم؟ میدانید من چقدر خوشبختم. مادرم به اینجا میآیند. شب بخیر رامئو. شب بخیر رامئو. این عشق را عاشق‌ها در دلشان افزایش دادند. دعواهای خونی به دعواهای عشقی مبدل گشته بود. اما پدرهایشان آدم‌های ظالم بودند. در آخر این عشق گریه می‌کردند. پدر امشب به خواستگاری آن دخترها میرویم. گوش کن پسرم، در بین ما دعوای خونین است. من دعوایتان را پدر دخترها گفت. بفهم آخر. گوش کن پسرم، سراسیمه هرگز نشو. سراسیمگی عمل شیطان است. گفتم کو در بین ما دعوای خونین است. اخیس میرویم گوسفند. به خواستگاری دخترها میرویم. نتیجه هم ندهد پایمان عادت میکند. ای بر پدر نالد اثر شکسپیر. ای ما شکسپیرت را ما برای خوشبختی همان میگوییم. امشب به خواستگاری میرویم. آتش عشق در بین آنها افزید. تئاتر در لرزه در آمد. هر جا باشد بابای کنان معلمه بانو را میگیرد. اما پدر جولیت ها اجازت میدهد مگر به این؟ زود باش پدر. تیزتر دخترها را خواستگاری کن. همه پدرها وظیفه‌دارن فرزندانشان را خانه‌دار کنند. ما نادرست میکردیم. چی آخر این خیلی نبود؟ این گردن بند کشاده نمیشود مگر یا خدایا. چی کار کرده ایستاده رامئو؟ در نزد پدرم مرا نقب. بعد میقبی. چه کار کنم عشقم؟ از راستی تو را یاد کردم. بیا کمی دیگر در آغوش گیرم.
کلاس گوشا بشی داجو قوت رو به دست گیر. گوش کنید پدر جولتو مرا. همین بچه طرف دستی راستون بیسو گیزله هایده. طبق سنت پیغمبرمون جولتاهای شما را برای ندشری نر خواستگاری میکنم. در بینمون دعوای خونین است. اگر شما را تا حال نکشتم این از مهمان نوازی من است. شرف پدنالت بده میشه بازینه که زنده با زنده قرطه میکنم. ای با پدر خودش دلش نمیزده شوشا بچه اکه کانون مرده که خوب ایروزی شه. دعوای خونی که باشه دختر دادن نشاید. رومیو ها با جولیت ها یک جای نمیشوند. حاضر من تو را با دعوایت. پدر یک کانون های پایا بچه مردم نگاه داره. در حال میدهی این دخترها را وگرنه خودم میگیرم. من میبینم که گوش نمیکنید. از دیوانگی تمام میدهم این خیل باشد. خداوند زندگی خوشبختانه نصیبشان کند. بعداً باز بلایشان را به سر ما نآورد. آمین یا رب العالمین. نمیشود این توی برپا نمیشود رومیو. جولیت کلانی از آن من است. از من باشد از من میشود. دردهای سختی که سخت است سختتر به آخر میرسند. برای غالب شدن مرگ لازم است. وقتی مردن تو نیز آمده است. این محافظ چی ها میگوید؟ تو این که نقش نداشتی حیوان؟ این نقش رو کی با تو نوشت؟ شکسپیر. این رو از سری راهی من گم شو وگرنه درباره یک مرده خواهم گذاشت تو را. شوکت تو چی کار میکنی؟ لعنتی کم گپ زن. این صحنه برای تو قبرستان میشود کنعان. شوکت گم شو از اینجا. بس کن دیوانگی را. گپ نزن کنانی دیوانه. میکشم تو رو میگویم این سو گذر. رومیو کلی رومیو این کنان دیوانه. من نمیشناسم این حیوانه. حاضی هم شمشیر در رومیو کارتل برادر کارتل تو را پرش میکنم و دیرو با من بیده. این حقیقی است. این بچه به نقش و فریسی مخیم. خاموش باش. استاد یک سوال دارم در حال پرسیدنم لازم. حاضر وقتی سوال پرسی است مگر؟ ببین در مانع یک جنایت شریک شده ایستاده ایم. ولی بسیار تعجیلی است استاد. میپرسم استاد آدمی که در حیاتش عاشق نشده باشد مردنش جایز است نیست؟ این سوال از عاشق وابسته است. یعنی هر جا تغییر مییابد. فهمیدی؟ اگر مثل شوکت عاشق باشی هیچگاه عاشق نشوی خوبتر است. با آدم ها ظلم نکن. در آخر چی است حکمش استاد؟ در آخر عشق مقدس ترین حسیات است. نفری که در دلش عشق نباشد زنده نیست، در قطار مرده هاست. اگر انسان را در دلش عشق نباشد مردنش جایز نیست. هجری خدا از شما راضی باشد. رحمت. خدا از تو هم راضی باد هجری. سلامت باش. سنم جان اگر تو در حقیقت هجری رو دوست بداری من میتوانم میانه رفت شوم. چه علاقه دارد زورا جان؟ به اینجای شرمش نیست. هجری شاگرد دوست داشته من است. میتوانم شما را یک جا کنم. من با او چی کار میکنم آخر؟ سلین در کجاست؟ ندیدم رو. سر رخصتی یک ماه گرفته و نزد والدانش به ایتالیا رفت. شما مرا با کسی مانند کردید اما آن آدمی که شما میگویید نیستم من. سنم نیستم. من ملیکه هستم. مرا دائما با او مانند میکنن. سنم تو دل هجری را یابم گفته رو مال بست. میشود خانم سنم. جواب نمیدهید. تواضع ایستادم خانم سنم. اینقدر هجری را دوست می‌داشته یا؟ چه علاقه دارد؟ وای بود. برای رکلامای فیلم این نوی رویمال را با نوار گرفتیم. همش همین. من هم برای زیار رویمال پوشیده بودم.
عشق است انسان را دیوانه میکند. آبا یعنی هیچی را اینقدر زیاد دوست میداری؟ کدامش را میگویم؟ من فکر کردی با یک مؤذن عاشق میشوم مگر؟ من هم به یک دامولا عاشق شده بودم. باز او دامولای ساخته بود. گردنبندت چقدر زیبا بود سورا جان. از کجا خریدی؟ رحمت نخریدم، دوست داشتم هدیه کرد. گردنبندی شاه دختر بود است. بسیار رمانتیکه. چه خیلی گردنبند رو گرفته نتوانستی؟ اکنون چیکار میکنیم؟ گرفته نتوانستم منال. چه خیلی چیکار میکنیم؟ شب به خانهشون رفته از گردن زهرا میدزدیم. یا خدایا من به اون خانه نمیروم. چه خیلی نمیروی؟ ای جورا جناب اکرم مرا میکشد. ای بس کن خدایا، پیرمرد مرا هم میکشد، اما به این هم اکرم نبوده است. به خارج یا به کجای رفته است؟ راحت باش. وای رو نمیفهمی، مثل تنگم یکی میبروید. من نمیروم. من هم هیچ رفتن نمیخواهم، اما مجبورا میرویم. بیش درو. رفتی. گوش کن. اگر جانت رو نجات دادن و کار کردن خواهی جواب ده. هدف پنهانی بر آن چی بود؟ چرا از پشت آن گردن بند هستید؟
дар он гарданбанд чӣ аст? چی شد؟ چرا به دیوار نمیبرویی؟ نه زهرا نباید از من شبهه کند. خب نباشد در رو کشا. کشا این کار توست. یک سویست به هنر علی به من یک کلید داده بود. تو دیوانه هستی مگر؟ این خیل باشد چرا مرا به کار میاندازی؟ خوشم میآید که تو را کار فرمایم. من تا زمانی که گردنبند را میدزدم تا هم از خانه بعضی چیزها را دزدیدن گرد. چی دزدم؟ چی میدونم؟ گلدان ملدان یگان چیز. گردنبند را تنها ندزدیم، دیگر چیزها را نیز دزدیم که زهرا از من شبهه نکند. شد تمام. روی و توتی زهرا سیاه گریختن لازم گریختن است. دست درده راه گرد. خدا لعنت کنم. بخیر بچه که دوست درآمد. بخیر چی؟ چی خیر دوست کردیم خوب کنی؟ خیر خدایا از پشت این توتی ابله قریب بود که دستگیر می شدیم. نپرس. درد سر شد. از آن چیل خلاص شدیم من؟ از آن توتی ابله روی نجات را من می دانم. این کار من است. کنی بینی؟ رفته. با نام خداوند بخشنده مهربان. محترم جماعت، امشام برای شما درباره صبر و توکل حضرت نوح علیه السلام قصه خواهم کرد انشاءالله. قصه حضرت نوح علیه السلام ایمان، صبر و بعد از یک مجادله با غیرتانه آرامش و امید را برای مردم می آموزاند. محترم جماعت، پیش از حضرت نوح علیه السلام انسانها از روی نفس بد پیش رفته، از راه درست کنار رفته به بتها تعظیم میکردند. ثروتمندان مثل کوهنان معبد آمون در پشت بتها پنهان شده خواهشات خود را مثل ایمان تجلی داده مردم را فریب میکردند و آنها را برای خود غلام و خدمتگار قرار دادند. با این بد اخلاق ها نگرید. بتهای آنها را گرفته به سرشان شکستن لازم. توبه استغفرالله. محترم جماعت، مردم موافق خواسته این گروه زندگی میکردند. خداوند به انسانهایی که از حد گذرانیدند و به بتها سجده میکردند به مقصد خاطررسان کردن آفرینششان به حضرت نوح علیه السلام پیغمبری نصیب کرد. حضرت نوح مردم را به راه درست دعوت کرده و به خداوند یکتا ایمان آوردن را آموخت. این باعثی از بین رفتن آبروی ثروتمندان و شهرتمندان و غارتگران گشته بود. از همین سبب آن کوهنان معبدها با حضرت نوح جنگ بزرگ را شروع کردند. با اینها نگاه کنه. نسبت حضرت نوح این کار رواست مگر؟ شما دین و ایمان ندارید.
муҳтарам ҷамоат, ҳазрати нӯҳро сиёҳ карданд, аз мардум дур карданд ва барои ӯро дар назди одамҳо хор карданд ва мисли як ҷодугар нишон доданд. ӯро ҳамчун одами девона ки ӯ девона набуд ба мардум муаррифӣ карданд. ҳазрати нӯҳ бошад солҳо аз ин кор даст накашида, хаста нашуда инсонҳоро барои ҳақ даъват мекард. бо мурури замон қавм бо гурӯҳҳо ҷудо шуданд ва сарватмандону дороён нӯҳ алайҳиссаломро ба куштан таҳдид мекарданд. ҳазрати нӯҳ алайҳиссалом пир шуда буд, хаста шуда буд, дигар қуввате надошт ки тоқат кунад ва ҳазрати нӯҳ алайҳиссалом ба худованд паноҳ бурда ва чунин дуо кард: эй худованд, дар баробари фитнаву фасоди инҳо маро ёрӣ кун. ҳукмро байни ман ва онҳо худат бибарор. ба ман ва муъминҳое ки ба ту имон доранд ёрӣ бирасон. чунин дуо кард. муҳтарам ҷамоат, дар қуръони карим худованди таоло ба дуои ҳазрати нӯҳ алайҳиссалом чунин ҷавоб гардонидааст: ғайр аз касоне ки аз қавми ту ба ту имон оварданд, дигар ҳеҷ кас имон намеорад. ба корҳои кардаи онҳо ғамгин мабош. бо амр ва кӯмаки мо дар баландии кӯҳ як киштие бисоз. муҳтарам ҷамоатбинед, худованди таоло ба нӯҳ алайҳиссалом амр кард ки киштӣ бисозад, чунки тӯфоне ки барои нобудии золимон буд наздик шуда буд. нӯҳ алайҳиссалом ба киштисозӣ ки шурӯъ кард, қавмаш омада ӯро ҳамеша мазоқу масхара карда бо ҳам механдиданд. ин киштӣ дар болои кӯҳ чӣ кор мекунад? магар ақлатро хӯрдаӣ? обҳо чӣ хел ба боло меравад? охир ту пайғамбар будӣ, омада чӯбтарор шудӣ магар? чунин суханҳо мегуфтанд. ҳазрати нӯҳ алайҳиссалом ба ҳеҷ кас гӯш намедод ва иншооти киштиро мувофиқи амри худо итоат карда идома дода месохт. муҳтарам ҷамоат, вақте ки сохтмони киштӣ ба итмом расид, худованди таоло ба ҳазрати нӯҳ алайҳиссалом ва касоне ки ба ӯ имон оварданд ва аз ҳар ҳайвоне як ҷуфт ба киштӣ савор шуданро амр кард. рафта месанҷем. аслан гирем дар ин вақти шаб дар ин зери барф тӯбари кӯдак бояд дар ҷойгоҳаш хоб кунад. охир чӣ кор кунам, амаки полис хобам наомад. ой ширинаки мане, гӯш ки левин, дар ин хел ҳавои хунук ту ҳайвони кӯдака берун мебурорӣ. ранги ҳамун канъони ҳайвоне. дар ам мардак чӣ хеле гапай? дар назди кӯдаки хеле гапҳоро гап мезанӣ. беақли чӣ ту? бахшиши зиёд ҷонам, бахшиш зиёд. яке айданом биромад. канъони девона ки аст, амаки полис? муҳим нест, як девона аст ки дар бораи ҳамун гап задам. ҳамаро мешунавӣ, ҳамаро медонӣ. баро гӯш кун, ин кор меояд? девона асти, ту теро мисли хоби зимистон ба хоб мебарад. иншоалло, иншоалло. улал левент, шевқо суманро нигоҳ кун. вай ҷаноби калтакелас ҳам инҷо будааст. ба хайр аст, кадом шамолҳо шуморо ба инҷо овард? шавкат, сафсатагӯиро бас кун додарҷон. гуфтаи ман мешавад, аз маълимаи бону дур шав ва канъон кордор нашав. шояд ягон супориши дигар ҳам доред? гапи задаашро бин, бонуро раҳо кун. ин ишқ аст, ишқ. ба осонӣ раҳо карда намешавад. ишқи ман. ё худоё, дар ҳама ҷо ӯро мебинам. ба худо маълимаи бону гузашта истодаст. кадом бону? Бақа бира. илтимос ҳамин кӯдака нигоҳ кун, ман маълимаи бонуро бинам, тез мегам миём. оли миём. ба куҷо меравӣ? эй! ман туро мешиносам, ба фикрам сомам ном дошти, ҳамин хел не? номи маро аз куҷо медонед? ман шуморо якум бор мебинам. чӣ кор карда истодам? ба ин духтарак гӯям ки ҳамон одами ниқобдор ман будам? вай акаи левинтат ба ман гуфт ки аз ҳамон фаҳмидам. номи шумо ки аст? номи ман аҳмад аст. пас чаро амаки шавкат номи шуморо картакелас гуфт? шавкат
تو با کمیسر لوین چی میشوی کنی بگو؟ آخر او امک من است. امک حقیقیه؟ نه، او امک پلیس هم میشود. مادرم مرا در پیش امنیت پرتاف کجای رفت اما میآید. تا آمدن مادرم در خانه امک پلیس هم زندگی میکنم. پدرت در کجاست؟ من میدهک بودم، پدرم به کار رفت، تا حال نه آمده است. شما دختر دارد امک جان؟ نه، من عائله دار نیستم. شما مثل پدر من سرباز نیسته نه؟ یا خدا، سوال ها را ببین. نه نیستم، من استاد هستم. این خیال باشد شما مجبور نیستید به دنیای دور روید. دخترتان همیشه شما را میبیند. بله، میتواند بیند. بلو زنده اونا رو دستگیر کردن نتوانستم. جناب احمد لبای شما در اینجا چیکار میکنید؟ یا اینکه این اونر از پس شما بود؟ جناب احمد این آدم دیوانه بود است. شما جانتون رو در زیر خطر نگذارید. من از پس شما دوسای محافظ میگذارم. میل است؟ نیاز به محافظ نیست، من خودم رو محافظت میکنم. رحمت. شیخا کجا رفت؟ من سومن رو به او امانت داده بودم. یک کاری تجلیش برآمد. سومن رو تا آمدنی او من نگاه کردم. رحمت خیر بیا رفتیم. سومن میرویم. چتر رو گیرید. شوکت پرتافته رفت. شوکت دیوانه بود. شیرینه کم اکنون به خونه میریم. رفتیم. شام بخیر. در این شام زیبا یک بوسه میخواستم از شما خانم سومن. ها. اوه. خیر رو. رفتیم. شبی خوش. جناب احمد خیر. حضرت نوح و یارانش در کشتی منتظر بودند که یک باره یک شمال شد. آسمان تاریک شد. ابرها به هر طرف پراکنده شدند. از آسمان تاریک صدای رعد و برق می آمد. همه را وحشت فرا گرفته بود. از آسمان قطره های باران می بارید. از زمین آبها برآمده. از همه طرف آبها بلند شدن گرفتند. محترم جماعت، نفرانی که کفر ورزیدن به کوه ها برآمدند ولی هیچ چیز فایده نکرد. حضرت نوح و یارانش که در کشتی بودند در امن و امان بودند. آبها بلند شدن می گرفتند و کشتی بالای آب برآمده شنا کردن را آغاز کرد. خوب شد با شما کافرها. حضرت نوح چند بار شما را آگاه کرد. اگر او را گوش میکردید این به سرتان نمی آمد. تمام. محترم جماعت، در همین زمان حضرت نوح پسرش را که به طرف کوه می دوید دید و با او چنین گفت: پسر جانم بیا با مو باش، با کشتی شین، با کافران مباش. گفت پسر حضرت نوح به پدرش گفت که من به کوه می برایم، کوه مرا عذاب نجات می دهد. در همین وقت جماعت مسلمین یک مقدار آب آمد و پسر حضرت نوح علیه السلام را در نزد چشمانش گرفته غرق نمود. این حادثه در نزد چشمان حضرت نوح علیه السلام رخ داد. برادران عزیز، از این قصه پندی که باید گیریم درسی روشن از جانب خدا است. انسان گرچند پسر پیغمبر هم باشد به خداوند تعالی ایمان نآورد قدر ندارد. انسان را در خانه آخرت قلب سلیم، ایمان مستحکم و عملهایش نجات می‌دهد. محترم جماعت، با قصه امان بر می‌گردیم. طوفان بلند شدن گرفت، کوه‌ها را زیر خود کرد، تمام زمین زیر آب مانده بود. غیر از حضرت نوح علیه السلام و یاران و همراهانش همه هلاک شدند. بعد از لحظه آسمان از باریدن ماند. آبهای زمین کم شد. کشتی حضرت نوح علیه السلام به بالای یک کوه برآمده و آنجا ایستاد. قوم حضرت نوح علیه السلام که به او ایمان آوردند گرسنه شده بودند. در بالای کوه برای خوردن چیزی نبود. با امر حضرت نوح علیه السلام توشه های گرفتهشان را یک جای جمع آورده و اولین بار در ماه عاشورا خوراک خوردند. چه خیلی که دیدید برادران همدینم، هدایت و ظفر به امر خدای تعالی وابستگی دارد. مسلمان ها از روی شماره کم بودند ولی به ظالمان غالب می آمدند و این اولین بار نیست.
муҳим ин аст ки инсонҳо барои амри худовандро ба ҷо овардан ва ба дигарон расондан ғайрат кунанд. муҳтарам ҷамоат, вазифаи мо ҳақиқатро ба миён гузоштан ва ба рисмони худо чанг задан ва сабр кардан аст. худованд моро низ аз ҷумлаи собирон ва солиҳон қарор диҳад, ҳидоят кунад, мисли ҳазрати нӯҳ алайҳиссалом аз золимону гумроҳон наҷот диҳад. آمین یا رب العالمین. خداوند تعالی دعاهای همه ما را قبول کند. آمین. زود باش و نر این کار را حل کنیم. به این هم دلم نشده ایستاده است که از زهرا گردنبند را دزدم. ای دیوانه، میخواهی زهرا بداند که گردنبند را کی از موزه دزدید؟ زود باشه که رفتیم. آرام باش. گذر. تو اون طرف بالا میروم. چیکار میکنی؟ شد خدا لعنت کند. زود پیش درو ایستاید. ای سمی، سمکچه آرایشات های ما رو دزدیدند. سمکه آرایشاتش رو دزدیدی؟ آخر تو نگفته بودی که همه چیز رو بدزد؟ پاپوشی ما رو هم دزدیدند. حرامی پاپوشی رو در میزنی. دمت رو گیر. چی گپ هستن؟ به خانه دوست در آمده زهرا. چی؟ گردنبنده دوستوی افلوس. نزن زهرا نزن، همینش نمیرسه. چیکار میکنی؟ سمی اینها رو پران، زود باش. البته زهرا جان میپرانم. ایستید نجنبید، یگان به عقلی نکنید. سمی یا پران آنها رو یا این که به من بده سلاح رو. میپرانم زهرا جان، اما اول کنی نقاب هایشون رو کشند. همین خیلی اول بینیم کو کی هستند اینا. افلاس. زود پران بکشید. نقاب هایتون رو بکشید. حاضر شما رو میپرانم. نقاب هایتون رو وای کنید، بکشید.